اوکی برای بچه امروز قراره یه اتفاق خیلی خفن بیفته. این اتاق ساده و معمولی که میبینید قراره تبدیل بشه به یک اتاق رویایی مخصوص یوتیوب. خب دوستان قراره پنل دیواری آنباکس رو نصب کنیم و یک دکور خفن برای اتاق بچینیم. خلاصه که قراره حال هوای اتاق رو عوض کنیم. پس بریم که با هم شروع کنیم. خب ببینید دوستان، این تاری که روی دیوار نصبه و دیگه درش نیاوردم و قبلا ساخته بودمش و آموزش کاملش رو توی یه دونه از شورت ویدیو هم گذاشتم، میتونید برید تماشا کنید. خلاصه این نوارم از قبل بوده. تن این چوبه یه چوب است که تو دیوار نصبه. الان به شما یه نشون میدم. ببینید تقریبا چوبه و اینکه این ورش هم یه از این برچسبای شبرنگی زدم و این برچسبای شبرنگی وقتی بهش نور بخوره این باستاب میکنه دیگه، کلا نورانی میشه. اوکی، این از اینا. قراره الان بریم سراغ آنباکسش و اینکه در کنار خودمون یه مشاور اعظم داریم که قرار به اون مشاوره بده چه تزیینی کنیم و چیکار کنیم. پس وارد تصویر شو. و اینکه این محصولات هم با قیمت مناسبی گرفتیم. حالا تو پاچمون نکرده باشم خوبه. یه لحظه استوب بدیم، من صندلی بیارم اینم کنار من بشه. اول خود معرفی کن قبل از اینکه صندلی اینا بیاریم. من آرمین هستم، مشاور اعظم پادشاه. در کنار خودمون یه مشاور اعظم داریم. مرسی، خوش اومدید به ویدیو ما. خب بریم بیایم. خب دوستان بریم سراغ آنباکسش. پنل دیواریه که به قیمت 4 تومن خریدمش. حالا نمیگم از کجا خریدم، ما تبلیغات رایگان نمی کنیم. این هم که از این برچسباشه که میخوره واسه تن دیوار. آره به دیوار میچسبونیم. اینم راهنماشه. بعد اینکه RGB یعنی چی؟ یعنی برنامه مخصوص داره. حالا برنامه‌اش از کجا باید نصب کنیم اینا رو هنوز من خودم نمیدونم. یه طرحایی هم پیشنهادی خودش داده، نه شما میبینید یا نه. خلاصه که آره دیگه دفترچه راهنما زیاد مهم نیست، میندازیمشون ور. اصل جنس. وای دیگه خالی دیگه قشنگ نیست. عجب چیزی اصل جنس. خب اینم کنترلشه، اینم خود چیزشه. این تر خیلی مناسب است. این تر چی؟ حالا عکسشو میذارم شما میتونید ببینید. به نظر من که بین این همه طرح‌ها این از همه خفن‌تر است. این از همه خفن‌تره. ببینید این طرح از همه خفن‌تره به نظرم. اول بذار اینم آنباکس کنیم. اینم توش چی بود؟ توش از این رئال و بارسا. آره یه چیزای تزیینیه. یه لیوان مثلا یوتیوب گرفته بودم. لیوان یوتیوب و از این بارسا. لوگوی بارسا رئال. بارسا رئال. ببینید نوع اصل نیست، نوع اصل میاد. این بارساه. این بارسا کردن تو پاچمون آجی. این رئال کوچیک‌تره پشمام. رئال کوچیک‌تره کردن، زده بود رئال بزرگتره کردن تو پاچمون. ملاکه چیه ساختین خدای؟ رئال انقدری، بارسا انقدری. دو برابر زده بود دو، این زده بود دو. جالب می‌بینی چیه؟ قیمت این زده بود 120 تومن، این زده بود 80. قیمت این زده بود 80 تومن. عجیبه، دنیا عجیبیه. این رئال کردن تو پاچمون. اینم که لیوانه. اینا چیز کردن که نشکنه. آفرین. A few moments later. لیوان یوتیوب. نه قشنگه، خوشم اومد. نه خوشم اومد. خوبه لیوان قشنگه، میتونیم نقاش چای مایی بخوریم. یه دونه توقف درمان قطع جریان زندگی است. برای حمایت اسکن کن. داشت ما خودمون با قرآن به حمایت نیاز داریم. ولی خب ایشالله که به درآمد رسیدیم حمایت هم به موقعش انجام میشه. اینم که اینم که بس میام تا این بعد میذاریم بتن شارژر. آره برو شارژر رو بیار. شارژر بگم اون زیر. هیچی بازش کنیم. شارژر اون زیر میگیریم. اینو
ببین کابلش فکر کن بعد تن بس بشه تن این، بعد بس بشه به این پریزه. آره به این پریزه بس میشه و این پروژه انجام میشه. بریم سراغ آنباکس. نایلونا رو باز کن آرمین یکی یکی. نزمون نشون گرونش گرونه. من دو تا باز کردم پیدا نبودم. سریع باش. به قول شاعر قوی نیستی. اینجوری میشه باز کنیم من باید یعنی چی شد؟ میشه باز کرد؟ چجوری؟ اوه اینجوری. بریم دو تا این پاره میشه اینجوری باز کنیم. آه نه این بغل دیگه. این بغل اینجوری میشه. اینجوری باز میشه. آره فهمیدم. اینم واسه باز کردن این دوتا مثلا به همه. اوکی. برچسبشون باز کنم. برچسبشون باز کن. اول یه تست کنیم اصلا سالم هستش نیستش تو پاچمون نگرده باشن. بذار اول یه تست بزنیم. خب اینو وصل میکنیم به این. در نمیاد برچسب. بهش کن در نمیاد. من خواهم در میاد. اینم باز کنیم. این کابلشه. واه کابلش هم پیگمیت زدن. باز فرار کنم اون. یک سال بعد. خب شارژرم بیار. هر دو طرفش چیز میخوره. تایپ سی میگم یو اس بی میخوره. کابل یو اس بی میخوره. این از این بزنیم رو اون. بر سمت این بعد بگیری. اون. و سمت این بگیری. اون. چه یه روشن؟ لحظه بعد نایلون درش بیارم. آقا تکنولوژی. این از این چیشیا داره کاورا داره که بطریش خالی نشه. واقعا تکنولوژی. قشنگ وصل نشده؟ کردین تو باچمون به من بگین. اینجا شاقش وصل نشد. ببین یه اشتباهی دیگه هم کردیم. ببین تنه چیزش زده دیگه. میگه اینو باید وصل کنیم به LED. پس من میگم هر دو تایپ سی خوره الکی نیست. سوتی داری. سوتی که ندادیم. الان بهشون توضیح میدم چی شد. سوتی که دادیم. ببین اینجا نوشته LED یعنی وصل بشه باید بشه وصل بشه لامپ. اینم باید وصل بشه به این. با بلد نیستیم سوراخو شروع کنیم. الان دیوار روشن کردن تو پاچمون بقرم. اون قشنگ ازشم تو نرفت. برق وصله. آره برق وصله. خب فهمیدم. برعکس بس کردیم. دهنت سرویس. تو برعکس بس کردی. من چه؟ اولین بار بود بلد نیست. ریدم یه لحظه به قرآن مجید. این رنگای مختلف هم داره. پررنگ میشه، کم رنگ میشه. کم رنگ. خب پررنگ، آبی، بنفش، سبز و دوباره آبی پررنگ نمیدونم. قرمز. تایمر هم داره رسی. نه بذار این تایمر. چی میگی؟ الو ببین با صدام تنظیم میشه. الو سلام خدا. بگو یه چیز. الو کامند چیز. خب این صدا رو بزنم. هلو گایز. این بالتره. دیدیم با صدام کار میکنه خیلی. صبر کن. تکنولوژی. آقا این دیگه وقت ما رو میگیره. بریم سراغ بس کردنش دیگه. اینجوری ادامه بدیم تو داش هنوز رو اون دکمه داره حرف میزنه. خب ما چیکار میکنیم؟ آفو میزنیم. سیک چیز بخشید. من میخوام کابل به این وصل کنم. پس جهتش باید به این سمت باشه. ببینید به این سمت. این فلشه خیلی تاثیر داره. واسه همین تازه کار نمیکرد. اوکی. خب قرار بود با این هایستلیا یه شکلی بسازیم و برای ساختن این شکل باید این هایستلیا رو با هم بچسبونیم تا شکل مورد نظرمون در بیاد. خب ببینید تقریبا تا اینجاهاش الان آماده شد. نیافته. ببین تا اینجاش آماده شد. خب هرچه سریعتر تیکه های پایانی این پنل رو وصل میکنیم. اینجا هم دیگه تقریبا کار داشت تموم میشه. یکی هم رو اینجا وصل. بذار اول تست کنیم ها نظرته. بذاریم روشن کنیم. ببینیم چی میشه. الو اینو بس نگردیم. چی شیلر میزنی؟
خب اینم که وصل شد، حالا بریم سراغ چسبوندنش به دیوار. خب بریم سراغ چسبوندن برچسب. برچسبش دو طرف است. اوکی باز کنم این برچسب رو، این دیگه زمان بر هم بگم مشغول شو باز کنم. ببین دوستان باید برچسب رو به این شکل درش بیاریم و روی این دایره هایی که روی چیز ترسیم شده بذاریم. بعد ببین الان ما دو سه داره چسب زدیم، شکل هم همین جوریه. یه نکته طلایی دیگه هم که داره، ببینید اینو باید به سمت درستش بذاریم که ارتباط برقرار کنه. تازه همینجوری بود که دو سه تاش وصل نشده بود، ما 2 ساعت دوباره وقتمون گرفته شد، اینا رو برعکس کردیم. و جهتش هم این جهت هم باید به سمت درستش باشه که خروجی بره به اون سمت. اوکی این برای کی هم بابا است اینجوری؟ آره دیگه تقریبا اینجوری میشه، اینجوری باید وصل بشه. اوکی خب دوستان پنل دیواریمون چسباش آماده شد، قرار 2 نفری اینو نصب کنیم. بیا آرمین یواش اون طرفشو بگی، ببین من اینجوری میگیرم تو اون طرفشو بگی یواش. خب به صورت خیلی آهسته باید این کار انجام بدیم، یه اشتباه موجب میشه که بیا او آرمین ای خدا یا وای همه شکست، همه بس شدن لباس. خب دوستان این روشمون جواب نداد، پس ما تصمیم گرفتیم که تیکه تیکه این پازلای پنل رو بچسبونیم به دیوار. اول باید یه ببینم جهتش درسته. خب یه اینجوری چند تاییه، 1 2 3 4. خب ما 2 تا مهندس 2 ساعت داشتیم فکر میکردیم که آقا این پنل رو چجوری دیوار نصب کنیم، چون که اگه اشتباه میکردیم توی مسیر چسب به دیوار میچسبید و در آوردنش کار سختی بود. اینو باز کن اینجا، اینو باز میاد اینجا. واقعا نصب کردنش اینقدر دردسر داره. اوف خسته شدیم. چی بود خودتون دیگه، از این نمیخواد اینا، چون که ما تیکه تیکه وصل کردیم، هم کلی زمان برد، هم کلی تو این مسیر اشتباه داشتیم و دوباره مجبور میشدیم که چسب رو در بیاریم و دوباره وصل کنیم و کلی وقت ما گرفته میشد. اوف بالاخره بعد از کلی زحمت نصب شد. بریم تست کنیم مثلا کار میکنیم یا نه. اینا بودم عجیب بود از این چفر. الان بگم نزدیک 20 بار داریم باز میکنیم. واه چنگ شد. این که جاهش درسته که این اشتباه داشتیم. خب این از این پرنورش کنم، برخاموش کن حالا میشه. یازه برخاموش کن بریم کم نور پرنور داره واقعا. آره دیدی؟ کم نور بودم این پرنوره این کم نور. یک برخاموش کنم، این برخاموش میشه شد. اوه این کم نور این پرنور. بازی رنگ دیگه بزن، رنگ دیگه بکنم بیشتر میشه. آبیش خیلی چیز بالیا. سرگرمی ما شد دیگه، هر شب میزنیم. بابا تو وای بزن. سلام اسمت چیه؟ الو هلو گایز، برای بچه خوش اومدید به چنل یوتیوب خودتون. او سفید نداره بذار لحظه اینو بزنی اینجوری میشه، اینو بزنی اینجوری میشه. ببین دوستان برنامه هم داره، دفترچه‌شو یه لحظه بیارم، برنامه‌شو هم یعنی نصب کنیم ببینیم با برنامه‌ش میشه چیکار کنیم.
برنامهش مدرنگش هم بیشتره. اپ خب بذار اپش دارم. خب بزن تو گوگل اینو از ما کنم. اسکن. خب با اسکن این QR کد وارد وبسایت مورد نظر شدم. برنامه رو نصب میکنیم. ببین یه اسکرین شات از برنامه واسه میذارم. برنامهش همینه دیگه. ببینین دوستان الان ببین تنظیم دستی این الان میدم روی نارنجی میشه یکم این بدتر نارنجی هم داره به صورتی همه رنگا میتونیم بذاریم. الان ببین کم نور، اینجا پر نور. اینجا مثلا میتونیم مدل مختلف انتخاب کنیم. مثلا لبو داره از کپی رایت میخوره. این کپی رایت اینم که ریتم وایسشه که توی کنترلش هم هست. این بود از معرفی بخش‌های مختلف این برنامه. حالا بریم سراغ نصب وسایل مورد نظر روی دکورمون و تزیین اتاق دیگه. خب دوستان اینا از پنل دیواریمون که روی دیوار نصبش کردیم. الان قرار با این وسایلی که روی میز میبینید اتاق رو تزیین کنیم و دیزاین کنیم. راستی دیزاینش کنیم و به بهترین شکل درش بیاریم. و اینکه قرار الان تک تک این وسایل واسط معرفی کنم و اسمشون رو بهتون بگم و قیمت هم اگه دونستم بهتون میگم قیمتش چقدره. این لیوانو فکر کنم 200 تومن گرفتیم. لیوان یوتیوبه. خب اینو میذاریم اینجا، فعلا اینجا بمونه. اینم که عروسکی که قبلا بوده داخل ویدیو همون قطعا دیدید. کلاش اینوری میذاریم. خب دیگه چی؟ این دسته بازیه قبلا خرابش کرد که خرابه. آره دستش خرابه، مشکل داره. اینم که آرمین بگو. پاتریک باسنجی سرجاش. اینم که عطر فکر کنم. عطر به همش چیز همش گوشته کنه. همش چی بود؟ بوام میاد؟ نه مامیا ماماسیا کچل. نه این تو بیه نه تو نمیدونم اسمش چیه. هدلایت ماشینه. بس کنید واسه ماشینتون. اگه ماشین دارید پر نور میشه. ما ماشین نداریم. اینم مهره بزرگ و استثنایی. اینم آچر بوکسه. اون یکی هم اردک. این هم اردک نیست. سب کنم بهشون میگم. اینم گل تیغدار کاکتوس ولی مصنوعی میاد اینجا قرار نه این اول نذاریم. اول این اسمش جوجو بود. میگفتی اردک. نمیم بچه اردک ازش خیلی قشنگ است. این اول اونجا نصب کنیم جوجو. بعد موشو باید ردیف کنیم. بعد اینجا شونه بیار. نه شونه علیکی. نه شونه میام بیار علیکی گفتم. من جوجه مگه شونه میزنه. خب خوبه میزان. خب بعد کاکتوسو میذاریم رو جای چیزش. راستی رول بارسایی که میگفتیم کردن تو پاچمونو ما نصبش کردیم ایستاده. ببین دقیقا یه پایه داره ایست میکنه. آنباکسش رو خودمون کردیم. اینم قیمتش هم که گفته بودم توی ویدیو. بارسا رو کامنت ها بارسایا قلب قرمز، رئالیا قلب سفید. قلب سفید بذارین قلب. اینم از تزیین اتاقمون که به سریع ترین شکل انجامش دادیم. قطعا عروسک ها اومدن اینجا و 2 تا چیز قشنگ رو گذاشتیم روی پنل دیواری. رول بارسام که اینجا قرار گرفته. عنکبوت هم که میاد پشت سرم قرار میگیره. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر از ویدیو لذت بردید ویدیو لایک کنین، برامون کامنت قلبی بذارید و اینکه از اینجور ویدیو میخواید قطعا حتما رسما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بفشارید تا هر ویدیویی میذاریم اولین نفر با خبر بشید و بیاید ویدیو رو تماشا کنید. Good night bye shine. اینم وضعیت اتاقمون بعد ویدیو.